سلام رفقا، خوش اومدید ویدیو جدید از ایتمان ریبوت. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو میخوام سال نو خیلی بهتون تبریک بگم و امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید. اما میخوام بریم سراغ یکی از میشن‌های خیلی باحال این بازی. امیدوارم کلی با این ویدیو حال کنید. یادتون ویدیو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. بریم بیایم ببینیم تو این ویدیو چه خبره. این بنده خدا رو باید سقطشون کنیم. اون پشت ایران. ما از کجا اسپان شدیم؟ جای بسیار زیبایی است، بسیار جای زیبایی است و حالا دی وقت تلف نمی‌کنم. آدمی که سنس باشه میخوام پیدا کنم. آیا خبری هست؟ خیلی نه بنده خدا. چرا همتون داری یه جا نگاه میکنید؟ او اخباره؟ دوحه پایتخت سفر قطر کرد. خب این موتورا داریم. یعنی به نظرم ما میتونیم از این اپورتونیتی‌ها در واقع استفاده کنیم، ولی خب حالا بذار ببینیم. یکیشون همینجوری چیز میشه دیگه. شما اگه بازی کرده باشید مطمئنا میدونید اگه خیلی رندوم برین با آیتمای داخل مپ، فکر کردم کسی با آیتمای داخل مپ یه تعاملی بکنید، یکیشون میتونه خودکار براتون استارت بشه. من سعی میکنم همین کارو بکنم. اولین چیزی که اینتراکت داشتیم باهاش، چقدر شلوغه این برا. آره اولین چیزی که اینتراکت داشتیم باهاش یکی از اون اپورتونیتی‌ها برامون استارت شد دیگه. همون تا تش میریم، تا تش. او سرباز. خب بنده خدا که کاری با ما نداره. جمع که ازش اومدیم و او یک عدد پیشگوشتی، یک عدد از اینا آشار قفلی. خب یه اپورتونیتی اومد. اوکی. باید یک کلیدی رو بدوزیم از این بالا. ببینیم احتمالا باید بنده خدایی هم سقط بشه دیگه تو این مسیر. بله. او این ببینه میشناسه. چقدر نقطه سفید بالای سرشونه اگه ببینن میشناسن. نشناسی یا؟ شناخت. عالی شد. من گوه خوردم. نه بایسا. نه گندت بزنن هیچ من از هیچ جا هم نمیپره. نه نریا. وایسا بودو بگیرش. اوه بیا بالا. این اسکال رفتی از جلوش رد شدی. آره نه یه خورده چیز شدم. گفتش که این که کوبیدیم تو سرش با آچار رو شنیدن. حالا مشکلی نیست. کسی رو میاد. بابا نیومدن. کن گوره باباش هرچی وایسادم اونجا. من با اجازت. من همچنان من میشناسید؟ جدی؟ فقط این منو میشناسه. او تو اینجا اومد؟ فکرم واقعا پایینه. اوکی. سال که منو میشناسی احتمالاً مجبورم که او نه ول کرد. او ولی اون دوتا منو میشناسن. حالا صداش برگرد بالا. تو شنید صدا رو. خب مجبورم با همین بکنم تو جای شهر. اوکی. میتونیم بادیشو بیاریم اینجا قایم کنیم، ولی خب شاید خیلی زیادی طول بکشه. نظرم بریم که بابا خاک تو سرت کننیت. من یادمون رفت کیلر رو برداریم. بنده خدا رو جنازه 2 نفر رد میشین. البته پایینی که جنازه نیست. بنده خدا فقط بیوشه. و بله باید بریم به سمت اسکول. ببینیم که چه خبره. کنار داشتمون رد میشیم. خیلی خوبه که تا حالا کنار رفیقت وایستاده بودی و حالا که من لباسمو چی شد؟ نه امنه.
او خب خوبه. او این ببینه میشناسه. نبینی ها، منو نبینی ها. خیلی سوسکی. من اصلا اینجا نیستم، من دارم میرم پی زندگی. او تیرباره چقدر خفن. ایول کسی نیست. خیلی مالی. یکی اونجا هست که نمیشناسه ما رو. میتونیم خیلی یواش از کنارش بدون خون و خونریزی عبور کنیم بدون درد. اونها هدفمون اونجاست. لکن قشنگ این توه دیگه هر کی ببینه تقریبا میشناسه ما رو. او داداش ایسا. خیلی ممنونم که خودت اومدی. عالی. ببین گوشه برا خودت قشنگ بخواب. من بتونم این دره رو برا خودم باز کنم. باباهای ما هم باید در باز کنیم که آروم کسی هم خبردار نمیشه. او این جفتش منو میشناسن. عالی شد. نه برنگرد. او تو که نمیخوای این بری وایسی. داداش میشه این چیکارش کنم؟ ایسا خواهم یه حرکت خفن بکنم. ایسا نه این بری میز. بابا نه این بر. آها واینا آروم. عالی. خفه شو. خب مجبوریم که بیا تو نری خبردار کنی ملتو. من آروم به نظرتون اینو نه اونو بیدارش کرد. ایسا هیتمن بازی کردن ما رو نکن. داریم قشنگ اینو جی تی ای بازی میکنیم. بایستادش من با اجازتون خداحافظ. با امید دیدار. برد تو. خب ولی اون یارو ببینه میشناسه. حالا اب نداره که ما رو. آجور. خب کسی کاری با ما نداره. سلام داشتم. برو دیگه. برو گم شد. باید کاری میکنی. یادم باید لباس های رو میپوشیدیم. بله داداشم. خفه شو. عالی. من به لباس قشنگت نیاز دارم. حالا بیا بریم. خیلی آروم بخواب برا خودتون تو. اوکی کسی الان ما کاری نداره. حالا بعد کار دیگه هم. او وایسا داداش. من به نظرم وقتی با این لباسا سر اون یارو فکر کنم میاد اینجا. من میگم این چند وقت پیش بازی کردم. خیلی تقریبا 1 سالی میشه. اینه که خیلی شاید فراینداش یادم نمیاد. خیلی هم میبینید داریم رندوم بازی میکنیم. مثلا اون اپرچونیتی ها روش کدومو انتخاب نکردم. همجوری رندوم داریم بر خدا میریم جلو. بله بیا تو عشقم. به فرمانده نیرو هوایی. نمیدونم چرا داریم میاد اینجا. فقط Time to decide.
میگه تصمیمتو بگیر، من باید چیکار کنم؟ چرا نمیذاره بزنمش؟ میگه به هم نگو که خوابی. ایول داداش، شبت بخیر. حالا شمایی که خوابی عزیزم، بشین اینجا. چه اینجوری نشست بنده خدا. او تو باز کن در رو. یه دونه رضا زیدان هم باید بزنیم که اینجا نیست. برو بیرون. با این لباس ها هر کی ببینه شناخته ها، چون لباس های زندانیه دیگه. داداش من خیلی یواش. هدفگیری من دقیق. ایول فکر نمی کنم اینا نیست. آقاشون تنگ کن. به دیگه سیف هیچ کس ما رو با این لباس نمیشناسه. خب رفقا، امیدوارم کلی با این ویدیو حال کرده باشید. بازم سال‌نو رو خیلی بهتون تبریک میگم. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشین و اینکه ادامه این ویدیو رو، ادامه این میشن رو سعی میکنم توی پارت دوم سریع براتون بذارم. دوباره باید در باز کنیم. لعنت بهت. به هر حال لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر پارت دومش باشید تا ویدیوی بعدی. فعلا